منابع میگویند شماری از فرماندهان سپاه پاسداران و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با برخی از رهبران سیاسی مخالف طالبان در ترکیه دیدار کردند. سه منبع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که سید حسن موسوی، ناصر غزالی پور و رضا بهرامی در دیدار با عبدالرشید دوستم، محمد محقق، معاون عطا محمد نور و تاج محمد جاهد به آنها توصیه کردند که از نزدیکی با پاکستان خودداری کنند. با گفته منابع، مقام‌های ارشد سپاه پاسداران و وزارت خارجه جمهوری اسلامی با این رهبران سیاسی در خانه خواجه محبوب صدیقی، یکی از افراد نزدیک به عطا محمد نور، در استانبول دیدار کردند. سید حسن موسوی، معاون پیشین قاسم سلیمانی، ناصر غزالی پور، فرمانده قرارگاه انصار در مشهد و محمد رضا بهرامی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران است. طبق اطلاعات منابع، مقام‌های ایرانی به رهبران مخالف طالبان توصیه کردند که از نزدیکی با پاکستان دوری کنند. منابع آگاه گفتند که هدف مقامات ایرانی از این توصیه حفظ نفوذ جمهوری اسلامی بر رهبران سیاسی است. مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و تاج محمد جاهد، وزیر داخله سابق افغانستان، از چهره‌های مخالف طالبان در ترکیه زندگی می‌کنند. یک منبع گفت که هیئت ایرانی پس از دیدار برخی از رهبران در استانبول به خانه مارشال دوست به انقره رفته است. منابع گفتند که مقامات جمهوری اسلامی نگرانند که رهبران مخالف طالبان با نزدیک شدن به پاکستان از کنترل ایران خارج خواهند شد. اخیراً یک هیئت بلندپایه از سازمان اطلاعات استخبارات پاکستان یا ISI در استانبول با برخی از اعضای شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان و چهره‌های جهادی دیدار کرد. با گزارش منابع آگاه، این دیدارها با حضور صلاح الدین ربانی، عبدالرشید دوستم، عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق و کریم خلیلی برگزار شد. در پی این دیدار، زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان، در مورد دیدار مقام‌های استخبارات پاکستان با شماری از رهبران سیاسی افغانستان در ترکیه از آنها خواست که به مهره ISI تبدیل نشوند. خلیلزاد گفت تشکیلات امنیتی پاکستان به احتمال زیاد قصد دارند از این رهبران به عنوان احرام چانه‌زنی با طالبان برای گرفتن امتیازات استفاده کنند. این در حال است که رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه در سفر رسمی و 2 روزه به اسلام آباد رفت و با مقامات پاکستانی دیدار کرد. رجب طیب اردوغان و شهباز شریف بر اهمیت حکومت فراگیر و تامین حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران و مبارزه با تروریسم در افغانستان تاکید کردند. وزارت خارجه پاکستان میگوید که رهبران ترکیه و پاکستان بر حمایت از یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات تاکید کردند. بر اساس این بیانیه، دو کشور بر اهمیت حکومت فراگیر و تامین حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران و مبارزه با تروریسم در افغانستان تاکید کردند. با سقوط حکومت پیشین افغانستان، رهبران ارشد سیاسی ابتدا به پاکستان و سپس به ترکیه رفتند. اکنون شمار زیادی از آنها در ترکیه به سر میبرند. هرچند شورای مقاومت برای نجات افغانستان دیدار با هیئت استخبارات پاکستان را رد کرد، اما محمد عمر داوودزی از اعضای این شورا به افغانستان اینترنشنال گفت که سازمان استخبارات پاکستان ISI با تمام رهبران جهادی و سیاسی مخالف طالبان در تماس است. او گفت که سازمان اطلاعات پاکستان تلاش دارد که از هر طریق رهبران سیاسی طالبان را زیر فشار قرار دهد. طالبان و پاکستان رابطه طولانی و پیچیده دارد، اما روابط میان دو طرف از چند بدین سو به شدت پرتنش است. دو طرف بارها در مرز درگیر شدند و پاکستان چند بار خاک افغانستان را آماج حمله هوایی قرار داده است. با تسلط طالبان بر افغانستان، ناامنی در پاکستان به طور کم سابقه افزایش یافت. تحریک طالبان پاکستان از پیروزی طالبان افغان انگیزه گرفته و حملات خود علیه ارتش پاکستان را شدت بخشیده است. پاکستان طالبان افغان را متهم می‌کند که به تحریک طالبان پاکستان پناه داده و این گروه شبه نظامی از خاک افغانستان دست به حملات تروریستی در پاکستان می‌زند. اتهامی که طالبان افغان همواره آن را تکذیب کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز روابط نزدیک با رهبران طالبان به ویژه جناح کندهار دارد.
در دوره حاکمیت 3.5 ساله طالبان روابط دو کشور در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به طور چشمگیر افزایش یافته است. وزیر خارجه ایران اخیراً در سفر به کابل گفت که باب فصل جدید از روابط سیاسی با طالبان را گشوده‌اند.